علیه موسوی فراخوان به بازگشودن پرونده انتخابات ایران در شورای امنیت. مسعود رجوی 14 تیر 88. گزارش کمیته صیانت از آرای آقای موسوی که دیروز 13 تیر ماه منتشر شد، با ذکر جزئیات موارد جدیدی از دجالگری و تقلبات نجومی در انتخابات رژیم آخوندی را برملا کرده و به درستی آن را یک دسیسه نظام یافته برای تقلب خوانده است. فشرده موارد مذکور به قرار زیر است: 1. دستور خامنه‌ای به نیروهای مسلح رژیم در خصوص انتخابات طبق نامه نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران مبنی بر اینکه نظر صریح مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله خامنه‌ای انتخاب مجدد ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر احمدی نژاد می باشد. بر فرماندهان محترم نیروی زمینی سپاه واجب است در عمل به راهنمودهای مکرر معظم له پرسنل تحت امر خود و خصوصاً برادران وظیفه را توجیه نمایند. 2. مهرچینی وسیع استانداران، فرمانداران، بخشداران به نحوی که در آستانه انتخابات 25 استاندار نظامی داشتیم. 3. در مجموع 22 تا 32 میلیون برگه رأی مازاد بر نیاز در اختیار مجریان انتخابات قرار گرفته است. در مرحله اول برخلاف اینکه تمامی افراد واجد شرایط رأی دادن در کشور 45 میلیون و 200 هزار نفر اعلام شده بود، تعداد 59 میلیون و 600 هزار برگه رأی با شماره سریال چاپ می شود. اما یک روز قبل از انتخابات به دستور جنتی دبیر شورای نگهبان میلیونها برگ تعرفه جدید بدون شماره سریال در چاپخانه بانک مرکزی چاپ می شود. علاوه بر این 50,000 مهر انتخاباتی اضافی در کنار 10 میلیون برگه رأی مازاد شائبه وجود میلیونها رأی تقلبی در صندوقها را تقویت می کند. 4. پرداخت 80,000 تومان سود به عنوان سود سهام عدالت به 9 میلیون و 700 هزار نفر در شهر و روستا در جریان انتخابات برای خرید رأی آنها. پرداخت‌های نقدی، سکه و بنهای 60 تا 80 هزار تومانی. توزیع سیب زمینی مجانی در نقاط مختلف کشور و توزیع برنج، آرد و روغن در مناطق محروم. توزیع پول توسط فرمانداری‌ها و کمیته امداد به ویژه در روستاها. 5. یک دستی تمام عیار مدیران سیاسی و انتخاباتی در سلسله مراتب وزارت کشور، حذف تمامی مدیران با سابقه، یک دستی کامل اعضای هیئت‌های اجرایی و حتی یک دستی اعضای شعبه‌های اخذ رأی برای حذف افراد نامحرم همراه با تغییر یکباره تمامی کارکنان و کارشناسان دفتر انتخابات وزارت کشور، تغییر عوامل سایت شمارش آرا در وزارت کشور. 6. سازماندهی یکپارچه و بسته وزارت کشور، ستاد انتخابات کشور و هیئت‌های اجرایی و سازماندهی یکپارچه و قرنطینه‌ای ساختار وزارت کشور از ستاد انتخابات تا پایین‌ترین سطوح، به نحوی که در روز انتخابات فقط آقایان محصولی، دانشجو
و یک فرد دیگر در اتاق تجمیع آرا در ستاد انتخابات حضور داشتند و نمایندگان نامزدها قادر به نزدیک شدن به این اتاق هم نشدند. 7. دخالت گسترده سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و نمایندگان ولی فقیه در ارگانهای مختلف از قبیل سعیدی و ذوالنور، مسئول و جانشین دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه. 8. سازماندهی گسترده با هزینه سپاه و حضور 10,000 بسیجی با لباس شخصی در میتینگ ها و همایش های انتخاباتی احمدی نژاد با پرداخت حق مأموریت و مجبور کردن مردم به رأی دادن به سود احمدی نژاد با تهدید و ارعاب در روز انتخابات در حوزه های رأیگیری و نوشتن رأی توسط بسیجیان با دخالت گسترده در شعبه های اخذ رأی. 9. خرید و فروش شناسنامه و رأی، رأیگیری با شناسنامه غیر یا مجهول، رأیگیری های مکرر، دادن چند برگه رأی به افراد، مهر نکردن شناسنامه، اخذ رأی بدون شناسنامه، رأی گرفتن از افراد زیر 18 سال